حاجی کامران علیزایی در سال 1353 در ولسوالی کوسان ولایت هرات متولد گردیده است. علیزایی فارغ از صنف 12 می باشد. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی مصروف تجارت شخصی بود. علیزایی در نتیجه انتخابات داخلی اعضای شورای ولایتی به حیث رئیس این شورا انتخاب گردید. وی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست، اما منتقدان آقای علیزایی او را یک رئیس ناکام می‌دانند، حتی واژه بیسواد را برایش به کار می‌برند، اما موافقان او را یک رئیس قاطع و مقتدر بیان می‌کنند. برخی ها هم باور به این دارند که علیزایی مافیاست و دست به کارهای غیرقانونی می‌زند. اما در کنار این همه اتهامات او را رئیس جوابگوی مردم خطاب می‌کنند. کامران علیزایی 2 دور می‌شود که ریاست شورا را در دست دارد. او کارهای زیادی را نیز برای مردم انجام داده است. به گفته موافقان شهروندان هرات نیز از عملکردش در این شورا راضی به نظر می‌رسند. حال پرسش‌های روشن از آقای کامران علیزایی اینها هستند: کامران علیزایی برای مردم هرات تا به حالا چه کرده است؟ موضع‌گیری‌اش در برابر واژه دانشگاه و پانتون چه است؟ اگر او رئیس شورای ولایتی هرات نمی بود دوست داشت چه کسی باشد؟ و پرسش اساسی تر، کامران علیزایی آیا مطابق به لایحه وظایفش عمل کرده است؟ درود، من طارق پیمان هستم. شما بیننده گفتگوی من با کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات هستید. جناب رئیس، تشکری میکنم از این که برای شهروندان هرات در برنامه مهمان سیاسی وقت گذاشتین. بگذارین در نخست این پرسش را با شما مطرح بکنم. در مورد کارکردتان صحبت بکنین. شما 2 دوره از به عنوان رئیس شورای ولایتی هرات هستین. تا به حالا چه کارهایی برای مردم کردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون آسیا. ما همیشه به تمام اصحاب رسانه عرض کردیم ما میخوایم کارکرد شورای ولایتی از زبان مردم و از نظارت شما اصحاب رسانه بشنیم. ما نمیخوایم کارکرد شورای ولایتی رو مثل تبلیغات عرض کنیم که ما چه کار کردیم، بلکه میخوایم ما ارزیابی کنیم. شما مردم با ما رأی دادیم و میتونیم از اون رأی خوب بپرسیم که آیا رأیی که ما به وکیلا دادیم کارکرد وکیلای ما خوب است یا نه. به عنوان یک موکل یا به عنوان یک اصحاب رسانه میتونیم یک روز بیخبر، 2 روز بیخبر بیم از مردم بپرسیم آیا ببین از کارکرد ما مردم راضی است یا نه. ما روزانه 500 تا 600 نفر به شورای ولایتی داریم. اگر کارکرد شورای ولایتی خوب نمی بود شاید روز به روز کمتر میشد، نه روز به روز بیشتر میشد. موضوعاتی که شاید نتونسته محاکمه حل کنه کمیته شکایت ما واقعا اونا رو حل کردن. ما دارای 8 کمیته یا 9 کمیته موفق داریم که واقعا توانستن با جدیت با قاطعیت خدمتگزار مردم ولایت هرات باشه و آنچه که در چوکات قانون باشه برای حل مشکلات مردم کوشا باشه. جناب آقای علیزایی، یک مسئله که با این موافق هستند که شما از زمان که آمدین دروازه شورای ولایتی را باز گذاشتین برای مردم، اما این را بگوین که چقدر تانستین مشکلات مردم را پیوند بدین با حکومت، یعنی شریک بسازین با حکومت، حداقل اگر حکومت مرکزی نشده با حکومت محلی تا چی حد تانستین شریک بسازین؟ بسیار صحیح. ما همیشه عرض کردیم که دروازه شورای ولایتی بروی هم مردم ولایت هرات باز است و بیش کس ما وقت ندادیم. گفتیم خانه خود شما نه در 10 دقیقه یا 15 دقیقه منتظر بمونیم، وقت نداره شورای ولایتی. ما همیشه به خدمت مردم بودیم و به عنوان پل ارتباطی بین دولت و ملت همیشه پیام خور به مردم گفتیم برای حل مشکلات مشکل مردم به خود مسئولین رسوندیم. الحمدلله کارکرد شورای ولایتی خوب بوده و ما این کارکرد شورای ولایتی از تمام ریاست‌های ولایت هرات، از تمام ارگان‌های دولتی و در رأس از جناب والی صاحب ارگان‌های عدلی قضایی تشکر می‌کنیم. واقعاً همکاری بیشابیش با شورای ولایتی داره. در طول 2 سالی که ما در شورای ولایتی بودیم، در حدود 1 نیم سال نزدیک به 2 سال که به شورای هستیم، هیچ کوتاهی از طرف بزرگواران نبوده و ما کارکرد شورای ولایتی از اتحاد و وحدت شورای ولایتی و کمیته‌های موفق شورای ولایتی و تمام بزرگوارانی که با شورای ولایتی همکاری دارن میدانیم. الحمدلله هیچ مشکل سر راه شورای ولایتی نیست و بسیار بزرگوارانی که در ولایت هرات هستند در راستای حل مشکلات مردم با شورای ولایتی هماهنگ و همکار هستند. تا به حالا شما همونطور که گفتین 2 نیم سال 1 نیم سال است به ریاست شورای ولایتی هستین تا 2 دوره. اساسی ترین مشکلی که مردم هرات دارن چی است؟ یعنی تا به حالا در همین مدت 2 سال مراجعه‌ای که به شما شده اساسی ترین مشکل خود را چه چیزی بیان کردن؟ اساسی ترین مشکل چیزی گفتن که ما ناتوان موندیم و سوال آخر من میمود بوده که همیشه ما در راستای قانون جوابگو حل مشکلات مردم هستیم، اما یک چیز که همیشه در اون نتونستیم جوابگو باشیم، بیکاری مردم بوده.
برای بیکاری مردم نتونستیم راه پیدا کنیم. برای بیکاری مردم چون در دست ما نبوده، داد کشیدیم، فریاد کشیدیم، کسی داد ما نشید. ما تمام ناامنی ها، تمام مشکلات ها، اختطاف، دزدی، طالب شدن، داعی شدن، همگی از بیکاری میدونیم. زمینه کار برای مردم واقعا فراهم نیست. با مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر از او حاضر است که به بار 6000 کار کنه، اما زمینه کار برای همشهریان فراهم نیست. اگه زمینه کار برای مردم فراهم باشه، ما فکر نمی‌کنیم به دنبال کارهای غیر قانونی و یا خلاف کسی دست بزنه. بنابراین بعض وقتا کسی مجبور میشه که خانواده از او داد و بیداد از گوشنگی میزنه و اون مجبور میشه در به هر گپ بزنه که دیگه راهی برای بعضا نمونده و بعضا در راستای بیکاری مجبور شدن که رفتن به خارج و بعضا دیگه هم بی گپ زدن. حالا شما اساسی ترین مشکل مردم هرات را بیکاری میدانین، اما این را بگویین که چقدر کمیته نظارت شورای ولایتی تانست از روند استخدام در هرات نظارت بکنه؟ در راستای استخدام هر زمان که رقابت آزاد میشه، به هر بسته که منظور شما یه باشه، هر بسته که به رقابت آزاد نمیشه به اعلان داده میشه، ما همیشه یک نفر نفرستادیم. همیشه در گردش بوده، تمام اعضای شورای ولایتی بودن، چون به خاطر از این همه دوستان میخوان نظارت کنن و هر امتحانی که بوده شاید مربوط به همون کمیته باشه. مثلا در رابطه به اگر خود پانتون یا معارف بوده باشه در این بستا، ما رئیس کمیته اجتماعی فرهنگی جناب آقای کبرزانی فرستن. در رابطه با شکایت موضوعات دیگه باشه جناب آقای هاشمی و در موضوعات دیگه باشه که مربوط به گمرک باشه، نظارت دیگه باشه، همگی دوستا به هر حال بودن. اون چی که در توان قدرت شورای ولایتی سعی تلاش کردیم، ای که خوب درآمده یا بد درآمده، تنها یک نفر در اونجا از شورای ولایتی نقش داشته، بلکه بقیه دوستا کسان بودن که همون پرسر پیش می بود. تا به حالا مطابق به لایحه وظایف خود عمل کردین در شورای ولایتی؟ نه. دلیلش در چی بوده؟ چون بعض وقتا مجبور میشیم که دیگه عمل نکنیم. این مجبوریت چی بوده؟ عرض میکنم خدمت شما که صبر کنیم. ما میخوایم طبق قانون عمل کنیم، به شرطی که همگی با قانون عیار باشه. یعنی شما رو مجبور میکنن؟ عرض میکنم خدمت شما، ما زمانی که میبینیم به داخل بازار یکی از موکلین ما پلیس بسیار پیرهمانه بی عزت و لطیکوب میکنه. پلیس حق زدن کسی در داخل بازار نداره. پلیس حق داخل خود قماندانی یا خود امنیت یا دیگه جانم نداره. اما بی عزت کردن، بی اعتبار کردن کسی در بازار کلا خلاف قانون. ما زمان کسی می کار میکنه وقتی که قانون مانون من نمیبینم. و همیشه هم گفتم عمل بالمثل. کار خوبو نکرده، ما هم کار خوب نکردیم تا دوباره هم کار نکنه. میگه پر تحمل کردن نمیتونم که کش بدم که تو بیا بریم به اونجا که تو غیر قانونی کردی. تو کار بد کردی یا کار خوب کردی؟ کار خوب کردی، من کار خوب کردم. کار بد کردی خیلی نداره، من کار بد کردم دیگه تام کار بد انجام ندی. میگه تحمل کردن نمیتونم که تو خلاف قانون موکل مربوطه بازار درست کشی بزنی و ما سر خورد اندازم برم، یا که میام اونجا خیلی از قانون گپ زنم. عمل بالمثل. لایحه وظایف شما در قسمت مسائل کاری تا چی حد تونستین مطابق به عمل بکنید؟ دست ما در هیچ کجا بسته نیست. دست ما در هیچ کجا بسته نیست. تنها مسئله قضاوت او ما حق نداریم، چون در راستای حقوق خود از نام میدانه، در راستای که اونا بر کسی حکم میده، موضوع میده، مربوط به اونا میشه. ما دخالت مگر اینکه شکایت کتبی و واضحی داشته باشه که اونا خلاف قانون باشه. در غیر از صورت ما بقیه جا دیگه مشکل نداره. میتونه از تمام کارکرد دولت، از کارکرد منابع مالی ولایت، نظارت و از کارکرد تمام نیروهای امنیتی نظارت داشته باشیم. دست ما بسته نیست. بگذارین از بحث کاری بیاین به بحث مبارزه با فساد اداری. شما به عنوان رئیس شورای ولایتی، نهاد مردمی که رهبری میکنین و مردم از شما انتظار دارن که از شما از جانب مردم مبارزه بکنین با این پدیده، تا چی حد تونستین مبارزه کنین؟ در حد توان. آنچه در توان ما بوده کوشش کردیم، که در توان ما نیست. یک ولایت 4 میلیونی اصلاح کردن فساد اداری با شورای ولایتی برای ما بیشتر مشکله. آنچه در توان قدرت ما بوده ما تلاش کردیم. بیشتر چه اداره‌ای دست به فساد میزنن؟ ارزیابی شما چه بوده؟ به هر حال ما نمیتونیم نام ببریم. هر کس به اندازه خود شاید یا دست به فساد زده یا میخواد بزده و آنچه که ما خبر شدیم جلوگیری کردیم، آنچه که خبر نبودیم دیگه کار خودمون نبوده. تا به حال شکایت آمده از جانب مردم برای شما که فلان اداره مثلا؟ ادارات هست، مشکلات داشتن، ما حل کردیم و نمیخوایم که رازی که بین ما و اوناست ببرد کنیم. مشکل بوده حل شده و نمیخوایم دیگه تکرار نشده. نمیخوایم که راز اونا رو فاش کنیم که چی اداره بوده کی بود.
یک مسئله که نسبت به شما پیوند میدن اویی است که میگن بیشتر وقت کامران علیزایی از روی چایگی خود مشکلات مردم را با تلفن حل میکنه. دیدگاه شما چه است؟ در راستای سال بسیار خوبی کردن. در این راستا واقعا مردم از کسر که میخوای سرگردان کنی بده به دنبال کاغذ پرونی کن. اگه میخوای مشکل حل کنی او بنده خدا به هزار امید آرزو رفت پشت صف استاد شد که ما وکیل خورای میدیم برای حل مشکلات. امروز آماده از راه دور یا نزدیک یا در هوای گرم یا سرد منتظر وزیر بوده که رئیس یا اعضای شورای مشکل حل کنه. اونم دنبال کاغذ بنداریم که او پشت سر دم در او اداره شاید یک ساعت یا بیشتر منتظر بمونه، شاید قربان نبینن. بنان با تماس تلفنی که ما با بزرگوار داشتیم آنچه که در چوکات قانون بوده ما از اونها خواهش کردیم. خواسته قانونی مردم به جا شده و نمیخوام هیچ کس سرگردون به دنبال کاغذ بازی بکنه. اگه شدنی بوده زنگ زدیم، اگه ناشدنی بوده با قناعت دادیم که می گپ شما در چوکات قانون نیست، این مربوط به ما نمیشه، یا این گپ شما شدنی نیست. اونها هم قناعت کردن رفتن. در غیر از او سرگردون کس نکرد. سپاس. بگذارین در مورد امنیت از شما پرسان بکنم. ناامنی‌های هرات از کجا شکل میگیره؟ ارزیابی شما چه هست؟ به همین مدت که شما رئیس شورای ولایتی بودین گزارشات کمیته امنیتی برای شما ارائه کرده، این ناامنی‌ها بیشتر از کجا ناشی شده و چه کسانی اقدام میکنن به این که هرات را ناامن بسازند؟ ما گرچه حرفم شاید تکراری باشه برمیگرده به ما بیکاری. اگه دستای بیرونی از متونی معلومات دارم نیم گپ دارم که بیرونی‌ها میخواین ناامن باشه یک گپ یک همگی حرف میزنن، ولی من چون معلومات ندارم نمیفهم. شاید از ما بپرسید کدو بیرونی کیها، چون من نمیفهم چیز گفتن نمیتونم. اما در این راسته بیکاری سر راه مردم قرار گرفته که باعث ناامنی شده، یا اختطاف یا ترور. هم همگی در مقابل پولند بدون برو بدون شک است. اگه زمینه کار برای مردم فراهم بشه من مطمئنم که امنیت هم خوب میشه و پروژه تاپی امیدی است که زمینه کار برای مردم فراهم بشه، حتی میتواند در راستای امنیت هم نقش داشته باشه. شما تا به حال در مورد ناامنی هرات با قماندان امنیه هرات شیشتین صحبت کردین؟ ما در هر زمان هر مشکلی که بوده با والی ولایت، با رئیس امنیت، با قماندان قلردو، قماندان لوا، با همه بزرگوارا صحبت داشتیم، با هم دیگر مشوره دادیم، برای حل مشکل برنامه‌ریزی کردیم. ما در جلسه شورای نظامی همشه اشتراک داریم، روی بحث امنیت صحبت میکنیم و آنچه که در توان اونا هم بودن واقعا کار کردن. ولایت هرات نسبت به بیشتر ولایت دیگر افغانستان امنیت خوب است و جای خوشحالی است که در این امنیت مردم نقش مهم داشتن. مردم ولایت هرات هم امنیت نمیخواد، اونا با جنگ موافق نیستن. ارزیابی شما چی است جناب رئیس؟ قماندان فعلی امنیه هرات برای مبارزه با ترور، آدمربایی، همچنان تامین امنیت برنامه داره؟ کاری کرده؟ قماندان امنیه ولایت هرات واقعا آدم یک جدی و قاطع است، آدم بسیار جدی و گرچند که به روزا مشکلات پیش آمده، بعض وقتا کوتاهی طرف خود بزرگوارا بودن و بعض وقتا حادثه شدن. به هر حال باید چک پوینت خود در شهر همه شهر امید فعال کنن. نیروهای کشفی استخباراتی ما قبل از هر حادثه باید آگاهی داشته باشن و همیشه هم تلاش از این بوده که مشکلات و موضوعات در راسته امنی به جدیت برخورد کنه. واقعا ما از کارکرد قماندان امنیه ناراض نیستیم. تنها موضوعی که هست خواهش ما اینه که هیچ وقت اگر حادثه هم که رخ میدن نشه خدایی نکرده کسان بیگناه به خاطر آرام کردن مردم گرفته بشه که احساسات مردم خاموش بشه. بگذارین یک پرسش در مورد خود شما مطرح بکنم. شما را از جمله میلیونرهای هرات خطاب میکنن، باور دارین؟ به هر حال بد نیست. همیز قرار است که محتاج به کس دیگه نیستیم. همگی دوستان از اولم خبر داره که ما تجارت کارتل داریم. دو برادر که از ما کوچکتریم کارتل پیش میبره. الحمدلله کار و روزگار ما بسیار سهی اساس برابر است. با همین سرمایه‌ای که شما دارین که از جزء میلیونرها شمار میدانن، تا به حال کار از آدرس شخصی خود برای مردم کردین؟ روزانه میخوایم که شما از مردم بپرسیم، غیر از اینکه مشکلات میکنیم خدا هست 5000 یا 10000 یا کمتر یا بیشتر ما کمک‌های به مردم کردیم. میایم فقیر بیچاره بدبخت اونجا گریه میکنه، ما نمی‌چیز چیکار بکنیم؟ چی میتونیم بگیم؟ و ما مهمتر از این در سرحدی، چون در شهر با بیشتر در توان ما نیست و اینجا شلوغ میشن. آنچه که ما اون پولی که از تجارت خب 20% همیشه بگردن، خب ما خیرات داریم که از اون تجارتی که ما داریم 20% خیرات باشه بدون از اینکه زکات سال نمیدیم. اونا رو با خودم مردم سرحد میبریم، چون مردم سرحد از سالهای سال با اونها کمک کردیم و میگم عادت کرده. هیچ وقت اونا دنبال پول نمیآین.
اگر میفهم پول باشه همون جیبونا میارن نه باز دیگه اینجور کسی اذیت نمیکنه. ما خواسته باشیم ما بهرات به کسی چیزی بدیم، خب باز روزانه 600 نفر باشه، روز دیگه 200 نفر 500 نفر با ما مشکل داریم. به همین دلیل ما به مرد میدیم که یک زمان فکر نکنه که خیرات یا زکات یا کسی کمک بکنه بعد گرچند که بعد بگم اقوام خوب بکنه در قسمت اول بازم ما گپ نمیگیریم به خاطر از اینکه مردم دیگه باز نمیه به شر به خاطر ما به مرز میبریم. از شما در درون شورا و بیرون از شورا به عنوان رئیس مقتدر و حتی زورگوی یاد میکنن، شما باور به این دارین؟ و همچنان این که میگن حرفی که کامران علیزایی در شورای ولایتی میزنه قابل برگشت نیست، و همچنان این که بیرون از دروازه شورای ولایتی که با آدرس کسی مراجعه میکنه با قاطعیت و زورگویی صحبت میکنه، شما به این باور؟ ما در مقابل حق مردم خواست زورم زورتر گپ میزنم. حق مانم 4 میلیون نفوس پای سرمانه، 4 میلیون نفوس با ما رای داده که ما باز بلازدگی گپ زنم، از حق قانونی مردم خود دفاع نکنم، ملاحظه کاری معاوضه کاری کنم؟ نه، او گپ نمیشه. اگه با قاطعیت حرف زدم، به جدیت حرف زدم، در چوکات قانون اعظم از حق مردم خود دفاع کنم، محکمتر حرف میزنم. باید از حق مردم خود دفاع کنم. آیا همه چیز به عرض التماس میشه یا با خواهش و تمام؟ نه، آنچه حق مردم ما هست باید حق قانونی مردم داده بشه، در چوکات قانون به مشکلات قانونی مردم رسیدگی بشه. حق مردم ما باید زیر پا نشه، کسی به مردم ما در شر بزرگ نگه. این حق مردم ما است. در مقابل حق مردم آنچه قوت داشته باشم زورتر هم گپ میزنم. گفته میشه که بعضی از اقوام شما با موترهای شیشه دودی و همچنان پلتسیا در شهر هرات کشت گذار میکنن به دستور شما، این صحت داره؟ ما جز یک موتر که برادر ما داره، اگه دیگه موتر به نام قوم کسر شدید ما جواب گویم پیدا کنیم شماره برداریم بیایم که شما یک موتر گفته بودید و یک موتر داره، موتر خود پلت شخصی داره بعضی اینا، و مهمتر از اینکه ما شیشه دودی موافق اصلا کنیم، ما خود شیشه دودی دوست ندارم که باشه و موتر خود که پایین شدن بریم صحیح بکنیم. حتی یک سری که کلا مرشه خب باز مسئله امنیتی است، اگه داشته باشم همه ما موتر ما رو میشناسه، گارد ما رو میشناسه، ماشینا ما معلوم است و ما یک موتر فقط به پلت سیاه داریم، اون دست برادرمونه، شماره هم دقیقاً 333. اگه دیگه شماره کسی به نام ما داره نی به نام مونه نی از اون بارهای بار گفتیم. حالا اگه یک شماره هم مردم مشکل داره همون شماره رو ما برمی‌داریم. رابطه شما با امیر اسماعیل خان و مولوی سیف خداداد چگونه هست؟ هر دو بزرگوار نور چشممونه. ما به هر دو نفر سخت نیازمندیم، به دعایشان، به پشتوانیشان، به مشورهشان، به همکاریشان، به تجربه های که اونا در ما باید استفاده کنیم. هر دو نفر جناب مولوی سیف خداداد رئیس شورای علمای زون غرب است، باید به احترام بگذاریم. جناب امیر صاحب اسماعیل خان رهبر مجاهدین در حوزه جنوب غرب است، سالهای سال جهاد کرده. ما به هر دو نفر باید به اونا ما احترام بگذاریم و از مشوره‌های نیک اونا در راستای حل مشکلات مردم خوب استفاده کنیم. اونا هم به شما احترام گذاشتن؟ ما مطمئن هستم احترام گذاشته و صمیم قلب، واقعا از صمیم، نه که یک حرف باشه، از صمیم قلب هر دو نفر ما دوست داریم. تا به حال از زمانی که رئیس شورای ولایتی شدین دیدارهای داشتین با هم؟ مجبور و مکلف ما از تمام بزرگوارا دیدن بماریم و در راستای مشکلاتی که هستن با شورای ولایتی خو همکاری نماد بزرگان ما هستن. ما مجبور و مکلفیم ما اونا رو ببینیم، ما از اونا خبر بگیریم، از اونا مشوره بگیریم و هر دو تا برای بهبود ولایت هرات مفید است. زیر فشارهای سیاسی و اجتماعی از این دو تا بالا قرار نگرفتین؟ این حرفا خدایی قرآنی هندر را و هندر رسول قسم با ما یاد نداشته بگی. اونا اگه گپ با ما نداره، اگه کسان دیگه هم این حرفا زدن من فکر میکنم بر علیه دو بزرگوار توییته میکنم. هیچ وقت این حرفا رو نزده بودن و نخواهد زد. من فکر میکنم کسانی هم گفته باشه کم حرفای برام میزنه گپ هوایی زده باشه. و قسم یاد کردم که مردم در این راستا هیچ وقت هیچ گپ نزده بودن. برای مشکلات مردم اگر حرف بزنن خب کار میکنه، گپ بدارن. تفاوت شما با وحید قتالی رئیس دور قبل شورای ولایتی در چی است؟ ما نمیتونیم بگیم کار کردم از کار کرد از او بالا هست. ما در زمانی که به شورای ولایتی بود زیاد به شورای ولایتی نمیرفتیم. در طول چند سال یک بار رفته بودیم. بس کار کرد از او خب بعد مردم بگه. ما نمیتونیم حرف بزنم. او در توان قدرت که داشته کار کرده، او به نحو کار کرد، ما به نحو، او به یک روش کار کرد، ما به یک روش دیگه کار کردیم. حالا نمیفهم برای مردم ما کدومی که قابل قدر. شما تا بالا تفاوت بین همدیگر خود احساس کردین؟ ما فکر نمی‌کنم چون آگاهی ندارم که چرا هم کار کردیم. مردم با شورای ولایتی سر کار داشتن که ما هم جز هم مردم بودیم ولی متأسفانه با شورای ولایتی نرفته بودم. ما هم تجارت خود مشغول بودم و نمی‌فهمیدم که او هم همین سیستم کار می‌کرد یا غیر از این بوده باشه. اگر شما را در یک جا صدا بکنن که
شما کارکرد خود را ارزیابی بکنین بعد بیاین نمره بدین. اگر برای شما بگن نمره بدین به لحاظ فیصدی چند فیصد قناعت بخش پیش من همیشه شما؟ دیگه تو سامی سوال کردم. من هیچ نمره ندارم برای خودم، نمره بعد مردم بر ما بده. من نمیفهمم. شاید من فکر میکنم خوب کار میکنم، قاطع کار میکنم، جدی کار میکنم، واقعا به کارکرد من خیلی خوبه و شاید بیرون من رقم نبینه، این رقم نباشه. من چگونه میتونم برای خودم نمره بدم؟ ولی یک چیز رو میگم که همیشه شب که ما به خانه برمیگردم پیش وجدان خود ناراحت نیم که امروز جوابگوی مردم نبودم، امروز جواب مردم ندادم، امروز مردم سرگردان کردم، امروز مردم سر کار گذاشتم که فردا پس فردا بیا. این پیش وجدان خود فقط راحت هستم آنچه که در توان و قدرت می بوده به مردم خود خدمت کرد. اگر بعضی از اعضای شورای ولایتی برای شما نمره کمتری بدن قناعت دارین؟ اعضای شورای ولایتی یک نمره کم آمنه از این گپ من مطمئنم. اعضای شورای ولایتی از کارکرد ما راضی است و ما از اونها تا در خانه خدا راضی هستیم. هیچ نارضایتی ما از اعضای شورای ولایتی نداریم. ما از 18 نفر از جمله خود ما هستیم 19 نفر از جمع بزرگواران ما راضیم و کارکرد شورای ولایتی از جمع همکاران خود میدانیم. این کارکرد شورای ولایتی، قاطعیت شورای ولایتی، اتحاد و وحدت شورای ولایتی بوده. ما در هر زمان که اقدام کردیم تمام اعضای شورای ولایتی با ما هم نظر بودن و هیچ وقت در نظریات هم دیگر ما مخالفت نداشتیم. الحمدلله گوشتون کرد خداوند این اتحاد و وحدت شورای ولایتی را بره همیشه نگاه بداره، اتحاد و وحدت خوب داره و ما کارکرد شورای ولایتی را از اتحاد وحدت شورای ولایتی و از تمام اعضای شورای ولایتی هم میدونیم. گفته میشه در درون شورای ولایتی ممکن است بعضی از شورا از شما انتقاداتی داشته باشند که شما تکروی میکنین. باور به این دارین که تکروی میکنین در شورای ولایتی؟ تنها حرف خود شما است، در جلسات همه چیز شما میزنین و اینها برای اینها اجازه نظر دادن و فیصله کردن را نمیدین. این حرف صحت داره؟ ما پس به خاطر چه جلسه میگیریم؟ جلسه ای که به جمع دوستان نباشه، نظر کل دوستان نباشه، خب جلسه بعدی برگزار نمیشه. جلسه به خاطر از این برگزار میشه تمام اعضای شورای ولایتی نظر خور بدن. ما به نظر تمام اعضای شورای ولایتی احترام داریم و جلسه به خاطر نظر تمام اعضای شورای ولایتی هر چهارشنبه برگزار میشه. یه حرفای بیرونی نه حرفای شورای ولایتی. شما خود را یک چهره ملی در هرات میدانید؟ باید ملی باشه. یعنی هیچ استثنایی برای شما مردم هرات نداشته؟ تمام مردم ولایت هرات موکلین ما هستن. همگی ما به یک چشم میبینیم، همگی بر ما قابل قدر است، بر ما هیچ فرق نمیکنه. برداشت شما چه است؟ مردم هم شما را یک چهره ملی میدونه؟ او گپ خود مردم است. شاید جمع بسیار کم از مردم فکر کنه که ما نمیدونه و یا مشکل ما حل نکرده باشه یا مسئله قومی داره، اما زمانی که به شورای ولایتی بیا این گپ معلوم میشه که آدم این حرفا رو نمیفهمه و نمیدونه، در این رابطه هیچ دست نداره. شاید کسی به شورای ولایتی نموده باشه همچی فکر بکنه، ولی اگه به شورای ولایتی بیا بو معلوم میشه که اینجا همگی برای یکسان است. بگذارین از این بحث ها خارج بشیم، شامل بحثی بشین که اخیراً در ولایت هرات اتفاق افتاده بین واژه دانشگاه و پهنتون. تعدادی آمدن گفتن باید واژه دانشگاه باشه و تعدادی آمدن گفتن باید واژه پهنتون باشه و همچنان اینکه یک طیف آمدن گفتن باید اردو واژه باشه. اولین اقدامی که شما انجام دادین در قبال این کار چی بود؟ موضوع گیری شما در قبال از این چی هست؟ تشکر. ما مسافرت بودم. موضوع اول که جلسه برگزار شد در مقام ولایت ما نبودیم و دوستا صحبت‌هایی کرده بودن که به اتفاق همگی بزرگواران در شورای ولایتی و در ولایت هرات همگی یک گپ فیصله کنن، یک نام انتخاب کنن، هر چی که خودشون لازم میدونن، بعد زولو هر بالا کنن. متاسفانه بعض از دوستا ما خودسرانه میتونیم بگیم که بدون اجازه شورای ولایتی، بدون هماهنگی با ولایت او لوحه سردر پانتون هرات بالا کرد. بنان باز حدود روز سه شنبه حدود 200 یا بالاتر 200 نفر به شورای ولایتی از مسئولین ما شکایت کردند که لوحه سردر پانتون هرات بدون اجازه شورای ولایتی و با مشوره با ما و رئیس پانتون و همچنین والی ولایت بالا شده. ما این لوحه پایین میکنیم. و من گفتم من اجازه به شما نمیدم. اونا خلاف بالا کرده، شما خلاف پایین میکنیم. برای شما ما اجازه نمیدیم، شما دیگر درگیر میشیم. ما جلسه سریسه ساعت 11 در شورای ولایتی برگزار کردیم و همگی اعضای شورای ولایتی در راستای پایین شدن این لوحه خط دادن که لوحه باید پایین بشه. و علت او که او دوستان قناعت کردن این بودن که خدای نکرده نشه جوانان ما خود اینا تصمیم بگیر بره لوحه پایین کنه و در مقابل از اون مسئولین دیگه قرار بگیره، یک جنجال بین اینا پا بشه و هدف اعضای شورای ولایتی همین بودن.
ما موضوع به خود بزرگوارانی که لوحر زده بود از نا خواهش کردیم برای 1 ساعت لوحر بیاریم پایین. 1 ساعت هم با جناب والی صاحبتون، جناب والی صاحب ما تا 1 ساعت هم به دولت شما وقت بدیم پایین کنیم. اما در غیر از این نمیتونم که 200 تا جوان رو احساسات اونجا ساده باشه تابلو پایین کنه و در مقابل از اینا 200 نفر دیگه حرکت کنه باز اینجا جنجال بشه و کشته بشه و خراب بشه. وقت باز حرکت نمیتونیم. به عنوان رئیس شورای ولایتی وظیفه دارم جنجال بین موکلین خود حل کنم. به هر حال نی خودنا پایین کرد، نی والی صاحب پایین کردن و خودم رفتم آبرومندانه با عزت با حرمت تابلو پایین کردم، داخل مطر کردم، بردم مقام ولایت که داشتیم و از اون مردم خواهش کردم که شما اینجا باشه من لوحر پایین نمیکنم، شما باید از اینجا بریم، بعد از اون پایین میکنم. بعد از رفتن از نا ما رفتم لوحر از اونجا پایین کرد بدون از اینکه کسی به فیسبوک بذاره فیلم برداری کنه و گپش کسی اجازه ندادیم که باز حرف پا میشه. هدف ما این بوده که بین همشهری‌ها ما بین محصلین ما خدای نکرده جنجال نشه، بلکه دستای بیرونی هم دست میزنه که اینو یک نوع حیله است که بتونه توسط همین حیله مردم ولایت هرات امنیتی رو برهم بزنه. مردم هرات بعد متوجه به این حرفا باشه. ما شخصا خودم و تمام اعضای شورای ولایتی با تمام نامه موافقم، هیچ گپ ما نداره. مرز کردم خیلی مالداری گپ میزنم، گفت مگه مسجد جامع هرات هم بگن شکل میمونم جا میزنم، گفتم مخالفت ما ندارم، جنجال حداقل نباشه. خب آیا نمیشد که شما همین 200 نفر که مراجعه کرده بودن به شورای ولایتی اونا رو قناعت میدادن که همین 3 زبان است باید باشه؟ ما هر چی گفتیم خب مگر این مردم رو قناعت دادن این مردم هم ساده نیست. اینم خب متوجه باشیم قناعت دادن هم زمان میبره، چون شاید کسان تایید دست داشته باشه که امنیت ایمنی ولایت برهم بزنه. ما که عرض خور کردیم، ما که از نو خواهش کردیم شما نریم، ما خودمون این کارو میکنیم. بازم دیدیم خود از اینا رفتن. نظر خود من بپرس که نظر خود ما در این رابطه چی؟ گفتیم با هر زمانه باشه، با هر گپ باشه. ما که رئیس شورای ولایتی هرات هستم، پشتو نمیفهم. اگه موکلین ما میان به شورای ولایتی موضوعی به پشتو برم، مگه من نمیفهم، میگم فارسی گپ بزن. ما در این رابطه نمیگم که باید حتما به پشتو باشه و دیگه چیز نباشه کناری. اگه باشه کجای قرآن اومده؟ خط قرآن که کافر بشیم؟ دپانتون هرات پشتو باشه دیگه پشت سر هر چی ما اصلا نمیگم نوشته کنه. چیکار میشه؟ با بودن کلمه دانشگاه چی سود داره، با نبودن و چی زیان داره؟ ما سود زیان در همین نمیبینیم که فقط یک حرف تیار کردن که روی جنجال میکنن. باشه چی مشکل داره؟ پشتو هم باشه، فارسی هم باشه، انگلیسی هم باشه. مستقصا خودمون و تمام اعضای شورای ولایتی با این کلمه ارسه کلمه مخالفت نداره و میخوایم این سیاهی مردم به گردن شورای ولایتی نندازن. بیایم باش ما کتبی میخواد بدم که اعضای شورای ولایتی در این راسته هیچ نقش نداره، هیچ گپ نداریم، با عرصه زمان ما مخالفت نداریم. باش ما کتبی میخواد بدم و خط کتبی را میتونم شما نشون بدم که اعضای شورای ولایتی به گپ خط دادن که هیچ کس مخالفت نداره، ما با عرصه کلمه موافق هستیم. اما بعض از اعضای شورای ولایتی آقای علیزایی اینطور صحبت میکنن که گویا ما همان روز فیصله کردیم که والی هرات در شب برای این تابلو را پایین کنه، اما آقای رئیس اجازه نداد که شب برسه، اقدام کرد. راست میگه. تا شب خب کی تصمیم میکرد که تا شب هیچ اتفاق نمیفته که ما این کارو نکنم؟ گپ اصلی اینجاست. اون مردم تا شب صبر نمیکرد، یک سر به شورای ولایتی به بعض از دوستان ما زنگ میزد که ما پایین میکنیم و هر سال ما خواهش میکردن که برادر بگذارن که اولم تیمرار قانونی تیر بشه، اول خودی مردم پایین کنه، بعد از اون دولت پایین کنه. اگه نمیکنه دولت، ما مجبور مکلفم به عنوان رئیس، ما رئیس هم از این هستم، ما رئیس یک گروه نیستیم و نمیخوایم. ما تابلو پایین کردیم، در راستای بالا شدن از هم تاکید میکنن که باید تابلو باید بالا بشه. شما توانایی بالا کردن همین تابلو را به 3 زبان نداریم؟ ما در گفتیم در شورای ولایتی کتبی به شما خط میدیم که ما هیچ مشکل نداریم. بیرون مردم است، قناعت دادن سخته. ما امروز جلسه با رئیس پانتون و بعضی از مسئولین داشتیم. ثم شما خواهش میکنم، من کجا خواهش نمیکنم، شاید در خیلی بزرگ کلان مردمایی باشه، در قانون به حساب دولت باشه، من خواهش نکرده باشم، ولی شما من خواهش میکنم جنجال به پا نکنیم، به خاطر یک کلمه سر صدا به پا نکنیم. ما که در همین کلمه هیچ فایده و ضرر نمیبینیم، هر دو تا یکیه، هیچ مشکل نیست. اگر باشه هیچ مشکل نیست، نه باشه هیچ مشکل نیست. پس چرا سر صدا میکنیم؟ چرا باشه تاوان باشه با ما بگیم و با نبودن از این فایده با ما بگیم، ما فرق ندیم. در حدود میتونم بگم 80% از دوستا موافقت کردن که ما کوشش میکنیم تا شب خبر بدیم. ما امیدواریم که خواهش ما رو قبول کنه، که باز نمیکنن طرف مقابل ادعا میکنن که باید لوحه بدی بالا بشه و با اونا با هم نظر هستم باید بالا بشه. چرا؟
ولی من خواستم از دوستا خواهش کردم خب که اگر تابلوی بعدی را بالا بکنن شما موافق بر 3 زبان هستین، یعنی فارسی، پشتو و انگلیسی؟ نه بلکه ما 19 نفر از شورای ولایتی، ما از طرف 19 نفر حرف میزنم. اگه کسی دیگه بره مصاحبه کنه که شورای ولایتی گفت که نه ما موافق نیستم، باز بگم شما از پیش خود گپ زدید. 19 نفر از شورای ولایتی با موافق هستیم، یعنی هیچ مشکلی نداره. شما حمایت میکنین؟ حمایت مجبور و مکلفیم حمایت کنیم. ما به خاطر یک کلمه والی هرات تا به حالا چی موضع‌گیری داشته؟ والی ولایت هرات هم با شورای ولایتی هم نظر است. خب پس چرا اقدام نمیکنین تا به حالا؟ باز گشتن به مرکز خواسته باشه گپ دوامدار کنه، ولی نمیخوایم تنها چیز است ما میتونیم تبلیغ بنامشون بالا کنیم، امروز هم بالا کنیم، هیچ مشکلی نمیشه، ساعت هم بالا کنیم. اما میخوایم خود مؤثرین بین خود خیلی موضوع حل کنه. مردم تقاضای بسیار کلان دارن به مؤثرین. این شهر علم و ادب و فرهنگ است و بین پانتون هرات مؤثرین ما روی یک کلمه غرب بس کنه کار خوبی نیست. همینطور که شما اشاره میکنین ما یک برنامه داشتین به نام نگاه مردم که شهروندا تماس میگرفتن در مورد همین مسئله واژه دانشگاه و پانتون بود. خیلی ها که به تماس شدن از شهروندای هرات در همین برنامه عنوان کردن دانشگاهی که مرکز تولید فکر، اندیشه و انسانیت هست نباید چنین تعصباتی وجود داشته باشه و اما موافق بر این بودن که هرچه عاجلتر همین بر 3 زبان در همینجی بیای وجود داشته باشه و این مشکل حل بشه. اما خیلی هم باور به این داشتن که از درون همین نهاد علمی این بحث تعصبات قومی را دامن میزنن. شما چون این چیزی را حس کردین؟ بله کاملا. بزرگوارایی هستن نام نمیبرم، استادایی هستن، اونا باید اینا نباید دامن بزنی، حرفا نباید حرفا باشه. شورای ولایتی در این زمینه نقش نداره، تا ساعتی که من جون نقش نداره و میتونیم بیام به شورای ولایتی اگه به 19 نفر کس پیدا شد که با یک نام ما موافقیم جوابگو منو این که بین خود مثلا میشه. ما از اونا خواهش کردیم وظیفه‌ای که بگردن بود اینه که بگردن بود ادا کردم. امروز رفتم از جمع بزرگوارا ما خواهش کردم در حضور جناب رئیس صاحب دوستا بزرگوارا روی موضوع خوب فکر کنیم. فکر نمی کنم با یک کلمه حرف باشه که دانشگاه باشن هیچ مشکل نیست و نخواهد بود. به هر حال اونام گفتم ما خبر میدیم تا شب، امیدواریم که همون خواسته ما خواهش ما بزرگوارا قبول کنن که باز نمیکنن بین خود از اینا هست. ما وظیفه خود انجام دادیم، شورای ولایتی در اینجا هیچ مسئولیت دیگه ندارن. بازم کوشش میکنیم، تلاش میکنیم، اما هیچ مخالفت با هر 3 زبان شورای ولایتی نداره. یک چیزی که در همان روز شما را اتهام زدن که کامران علیزایی با این که سلاح داشته، قدرت داشته، تفنگ داشته رفته این تابلو را پایین کرده، شما با این دید رفته بودی؟ خب او نظر بعضی از دوستا شاید باشه، همون صلاح همون امکانات همیشه با ما هست. شرایط فعلی افغانستان هم خود شما میفهمیم که همین رقم باید باشه. ما دیروز به ولسوالی کسان بدیم، در هر هفته یک بار سفر دارم و شاید بزرگواران دیگر که در رأس هستن به دولت بونا بم توپ تانگ هم مشکل داره، باید کم از کم 100 نفر و بیشتر از 100 نفر مسلح داشته باشه. ما در مسیر اسلام قلعه که در مسیر در 170 یا 180 کیلومتر هم که به طالب خیلی نزدیکی هم داره با همین افراد ما میریم. ما نمیتونیم همه روزه این نیروهای امنیتی ما اذیت کنیم و از نو نیرو خواسته باشیم. همین نیرو در اساس خود ما قرار داره. هدف از اینا که بوده تامین امنیت خودم است و شرایط فعلی افغانستان هم از ما کرده بهتر به شما معلوم. بگذاریم پس برگردیم به بحث کاری. شما تا حالا با ولسوالی‌های هرات سفر کردین؟ ما بر اثر مشکلات هایی که بودن یا ما یا بعض از دوستان بر اثر مشکلاتی که بودن ما کوشش کردیم در هر زمان اگر مشکل پیش اومده باشه در هر ولسوالی از خودمون مردم باشه، بی علت که خودمون مردم اعتبار و اعتماد بیشتر ما وکیل خود دارن و همون بنمایندگی از شورای ولایتی برای حل مشکل به ولسوالی رفتن. میخوایم این پرسش رو مطرح بکنم که چرا شما به همین 15 ولسوالی هرات به عنوان رئیس شورای ولایتی سفر نمیکنین و مشکلات مردم را نمیشنوین و حداقل یا همون حکومت نظام حکومتی همان ولسوالی ها را از نزدیک نمیبینین که چگونه کار میکنن؟ مردم در 15 ولسوالی با تماس تلفنی که داره نی لازم به رفتن ما هست نی لازم به اومدن اونا شاید باشه. با تماس تلفنی هم که با ما دارن، اگه مشکل سرنا قرار گرفته با تلفنی هم مشکل مردم حل کردیم. شاید بعضی وقتا رفتن ما مثلا به بعضی ولسوالی در راستا با امنیت مشکل داشته باشیم، درست؟ اما در این راستا اگه مشکل نداشته مشکل نرسیدگی شاید هدف ما با شما اینه که مشکل نرسیدگی بشه. کارهایی که تا به حالا برای مردم هرات کردین میتونین چند نمونه ارائه بکنین؟ ما کارهای زیاده کردیم. مثلا همیشه هم گفته گپ ما همی بوده که قنصلگری هند در حدود چند سال کشمکش داشت از داخل بازار نرفت.
ما توانستیم که شورای ولایتی یک پادرمیانی داشته باشه با جناب آقای وحیدی بود، خداوند نگهدار از اینا باشه، و اونا توانست که او قنصلگری آمریکا که بود اوربونا بدن و به قیمت کمتری هم بدن، از داخل بازار برن او سرک باز کنن، که یکی از دستاوردهای شورای ولایتی بودن. یکی نمونه خدمت شما عرض کردیم. و در راستایی که کسانی که ما در بیشتر جا یک مخالفت‌های داشتیم، مثلا با معاون مقام ولایت که آقای توخی قرار بود به هرات بیه و کسی بود که متهم به فساد اداری و ممنوع خروج بود، ما به عنوان نماینده مردم در ولایت هرات رئیس شورای ولایتی لازم نمیدیم که چه آدمی که متهم به فساد اداری باشه و ممنوع خروج باشه بتونه معاون مقام ولایت هرات باشه، چون جرم موضوع همون معلوم شده. موضوع جلوگیری کردم، حکم خود رئیس جمهور بود، ما خواهش کردیم از رئیس جمهور که چه آدم ما نمیخوایم و بس باید به اعلان داده شه. چی از هرات که بودی چه بلکه 34 ولایت بیشتر ولایت‌ها بس ای بس به اعلان داده شده. و همچنین موضوعات دیگر در رابطه با جابجایی‌هایی بودن که مردم با او موافق بودن، ما پادرمیانی کردیم و مرکز همون خواسته قانونی مردم پذیرفته. بازم از بزرگان در مرکز هم متشکر میکنیم که به خواسته قانونی مردم ولایت هرات هم احترام گذاشتن. شما در عقب نشینی سرک ولایت هرات، خصوصا همین سرک مرکزی، از شاروالی هرات حمایت کردین؟ شاروالی ولایت هرات بعضی کارهای درست بوده، بعضی کارهای درست نبوده. ما در قدم اول از شاروالی ولایت هرات تشکر میکنیم. در راستا با عقب نشینی کار بسیار خوب کردن، اقدام بسیار به جاه و نیک کردن، اما مشکلاتی است در رابطه با استملاک. هر خانه مردم، هر دکان مردم خراب میشه باید طبق قانون باشه، نه خلاف قانون. باید ملک آدم استملاک بشه بعد از او خراب بشه. یک موضوع در رابطه خراب کردن مساجد، نباید مساجد خراب بشه. وزن به فیصله شورای علما اگه خراب شده به جای اون مسجد دیگه باید ساخته بشه، که هنوزم مساجد هم ساخته نشده و بعضی ملک مردم هم استملاک نشده، خراب شده، که این واقعا خلاف قانونه و به حق مردم ما ظلم شده. ای کاش کسانی که از این گپ استقبال میکردن خانه خود از اونا به سطح معبر می بود و خانه خود از اونا به حاشیه قرار می گرفت، خراب میشد که جان از نام درد میکرد. و کسی که خانه خراب شده امروز جای برای شیشتن نداره باید چه کار کنه؟ نباید به جای خانه از یا پول بده یا ملک بده، نباید قناعت آدم حاصل کنه. آیا خلاف قانون نبوده؟ باید به خواسته قانون مردم بشه. در رابطه با اقدامی که شارول کرده بازم تشکر من، اقدام نیک و به جای داشتم، اما باید در چوکات قانون پیش میرفت که متاسفانه بعضی جا کوتاهی کردن. بگذارین با آخرین پرسش اینطور مطرح بکنم که شما را یک آدم کاملا عامیانه و حتی ساده خطاب میکنن وقتی که شما، البته این را یک تعداد ویژگی میدانن و یک تعداد میگن نباید اینطور باشه. مثلا وقتی که شما با گارد خودم میشینین، اگر هر شکلی به او بشینین بخیزین، بر از اون نمیگین که تو باید اینجا که من شیشته هستم تو استاد باشی و امثال اون. با مردم عامیانه صحبت میکنین، گپ میزنین، با مردم عامیانه میشینین. دلیل از این در چی است؟ من یک آدم تشریفاتی نیم، راست گفتم. ما از بین این مردم انتخاب شدیم و باید ما مثل مردم ساده رقم باشیم. ما شما آمدیم، تصادفی آمدیم، با جمع گارده همیشه شیشتیم، صحبت میکنیم، نون میخوریم، بخیم نستیم. ما هیچ فرق با اینا نداره. ما هم یک آدم عادی هستیم، اونم یک آدم عادی است. یکی رئیس شورای ولایتی است، اون جا مقام به جا خود خسته و گپ جدا است. از شورای ولایتی که بیام اون جگاه و خودم عسکر خوب قانون و وظیفه خو میفهم، ما وظیفه کار خو میفهمیم. از اونجا که خطا بخوریم با مردم خو داخل بازار باشیم. باید اگر شاید قدیم ما کسر سلام نمیکردیم، اوز به دلی در نمیسن. امروز باید از خورد بزرگ خو ما اونا احترام بگذاریم، اونا رو سلام بکنیم، اونا رو قدر بکنیم، عزت بدیم، که چون که فکر نکنه که رئیس شورای ولایتی شده این پوز از این بالا گرفته. نه، ما خاک پای همه مردم ولایت هرات هستیم و خیلی خوش هستیم که با مو سادگی ما از گارد خوش ما نمیآید. اول که بود واقعا خجالت میکشیم، اما شرایط افغانستان رو مجبور کرده. به داخل بازارم که میرم همونم بعض وقتا تنها میرم، بیشتر کسانی دیگه خودم مترو نمیکنم، میرم به داخل بازار، میرم چیز میخرم، از خرید خانه خورم میشه خودم به داخل شهر میرم خودم خرید خانه خورم میکنیم. ما هیچ فرق برای ما نکرده و نمیکنه و میخوایم قبل از اینکه ما تاجر بودیم بیشتر به مردم خوردی کنیم، بیشتر به مردم احترام کنیم، چون مردم خدای نکرده چیز بد به فکر اونا خطور نکنه. اگه دور بعد شورای ولایتی بیا خود کاندید میکنیم در رابطه با چی؟ خود اگر دور بعد ریاست یا نه در کل خود کاندید میکنیم؟ نظر مردم است. نظر مردم. شما تا والا فکر کردین که اگه دور بعد شورای ولایتی هم بیای نامزد باشه؟ هنوز چون بو وقت بسیار زمان میبره و مدت زیاد است. اگر مردم تقاضا کنه،
اگر مردم خواسته باشه، اگر مردم راضی باشه، اگر مردم با ما رأی بدن، اگر مردم واقعا ایستادگی کنن، شاید بازم باشه. اگه مردم نباشه، خب ما به خاطر مردم، زمان که مردم راضی نباشه، خب با نامه کار نمی‌کنیم. بنان حرف آخر و این که جنبندی بشه این گفتگوی ما و شما، با رئیس جمهور غنی ارتباط شما چگونه است؟ با دکتر عبدالله ارتباط شما چگونه است؟ تا به حالا رفتین در ارتباط با مشکلات هرات از نزدیک با اونا دیدار کردین یا اینکه صحبت تلفنی داشتین؟ ما همیشه به عنوان پل ارتباطی والی هر ولایت نماینده رئیس جمهور است، میتونه پیام مرسلی برسونه. تنها جایی که ملاقاتای کونا به هرات داشتن، آمدن به هرات ملاقات با شورای ولایتی داشتن و دوباره فقط به خاطر نظارت شورای ولایتی که در حدود 38 روز ما به مرکز بودیم، به نمایندگی از 34 ولایت افغانستان با رئیس جمهور خود ما صحبت داشتیم که شما هم شاهد قضیه بودیم. اون مسئله اصلی بود. به ما مرکز بسیار زیاد سفر نمی کنیم. ما به ولایت هرات عادت کردم، حتی مسافرت هم نمی کنم. اولین مسافرت که ما داشتیم در حدود 1.5 سال بود که کوتاه برسه 4 روز رفته بودیم و ما به خاطر از این مسافرت نمی کنیم که مشکلات مردم است و مردم به دروازه شورای ولایتی میه و شاید توقع نشه که رئیس شورای ولایتی بره 10-15 روز نباشه و مردم سرگردان باشه برای حل مشکلات اینا جوابگو نباشه. ما احساس مسئولیت کردیم که مردم با ما رأی داده، باید همیشه تا زمانی که به شورای ولایتی هستیم خدمتگزار به مردم باشیم. آخرین حرف شما به مردم؟ ما از مردم ولایت هرات واقعا تشکر میکنم. آنچه که به مردم خود ما تلاش کردیم برای حل مشکلات اینا وظیفه ما بود و منت به سر کسی نمیگذاریم. آن عهدی که به مردم داده بدیم، وعده‌ای که به مردم داده بدیم که خدمتگزار به مردم هستیم و هدف ما خدمت مردم است، ما وظیفه خود انجام دادیم. اما ما از حمایت و پشتیبانی مردم تشکر میکنیم. اگر مردم پشتیبان شورای ولایتی نباشه، شورای ولایتی کارکردی صفر است. ما با قاطعیت با جدیت کردیم. او پشتیبانی مردم بوده که شورای ولایتی خو به قاطعیت دفاع کرده و یک بورد مشورتی بسیار قوی شورای ولایتی داره که تا به حال هنوز از استفاده نشده. او برای حل مشکلات مردم است در موقع اضطراری، در جایی که واقعا اگر خدای نکرده ریاستی یا بزرگواری خواسته باشه در چوکات قانون به مردم ولایت هرات زور گفته باشه، ما از بورد مشورتی شورای ولایتی هرات استفاده میکنم و باز هر کس که میتونه در مقابل بورد مشورتی شورای ولایتی هرات در چوکات قانون استادگی کنه، بسم الله کنه، واسه کنه، میتونه حق مردم ندن، میتونه جوابگوی مردم نباشن و تا حالا استفاده نشده. بورد مشورتی بسیار قوی ما داریم که تا حالا از او بورد در راستای حق مردم استفاده نشده و امیدواریم که هیچ مشکلی نباشه و استفاده نشده. سپاس لطف کردین از این که برای شهروندان هرات وقت گذاشتید. سلامت باشیم. ممنون از شما. تشکر. با عزت باشیم. این بود برنامه مهمان سیاسی، گفتگوی من با کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات. تا بعد که طارق پیمان برای شما برنامه اجرا میکنه. خداوند نگهدار.